بابا سوسک سوسک آدم فضایی هم اومد زنگ بزن. اوکیه. اگر سگ و گربه داخل خونه اومده باشه باید چیکار کنیم؟ ببین اگه سگ گربه بیاد توی خونه میتونید ما زنگ بزنید. در چه صورتی؟ اگر محبوس شده باشه یا برای شما خطرناک باشه. خب اگه بیرون از خونه باشه چی؟ اگر بیرون از خونه محبوس شده باشه، یعنی جای گیر کرده باشه و نتونه در بیاد خودش، بازم ما میایم. خب برای مار چی؟ اگه مار و عقرب هم حتما ما زنگ میزنیم میایم میگیریم. فقط یه نفر رصد کنه که وقتی ما اومدیم بدونیم مار کجا رفته، یعنی از حضورش اطلاع داشته باشید که کجاست، نزدیک نشید فقط. خب اگه سوسک اومد تو خونمون چی؟ بابا سوسک سوسک. موش چی؟ موش هم اگر خانمتون باردار تو خونه تنهاست یا بچه‌تون تو تنهاست تو خونه است، ما میایم. ولی 4 تا سیبیل کلوف نشستی زنگ نزنید بگید آتش نشانی موش اومده. یه چسب موش بگیرید، یه خیار بذارید وسطش، تمام. سوال بعدی. اگر موجودات ناشناخته آدم فضایی هم اومد زنگ بزن. اوکیه.